Salom do'ston, ba hamma salom. Ana imroz do'ston masalai vize diye mebaroyim. Dar vaqti hami tayyor disoda do'ston bisyor fikr kardam. Kallahom bu azna kompüter bidiromdam tam didam kamtar چیگویم استرس به بافرومدم که اینفورماسیون بسیار برای آنکه چه شما به توغری فهموندنم دکار و همین اینفورماسیون‌های درست‌تر فهموندنم دکار. خیر ویزا برای آمریکا. ویزا خودش این چی؟ ویزا سوال شدنش ممکن ویزا این رخصتنامه برای همین دولت برای любой دولت به همین ویزا گیره و رخصت میتوه کратко времени اخیر رخصت میتیه تو برای درآمدن همون دولت کратко времени ویزا ایمیگراسیون میشد و نه ایمیگراسیون میشد. این ایمیگراسیونش مثلا همون گرین کارت ایمیگراسیونش میدونه وقتی که تو گرین کارت لاتری گرین کارت میبری تو انمو افرون میکنی که وای برافته همون ویزای پاسپورت رفته ویزای ایمیگراسیون افرون میکنی. نچید ما امروز گام بزنیم نه ایمیگراسیون ویزا چند خیلی ویزا میشد نه ایمیگراسیونی رفتیم ویزای B1 B2 ویزای F و M ویزای H L O P Q R G و I می باشد. ویزا برای سیاحت یا توریستیکی دیگر سیاحت ها نامش B1 B2 یعنی B1 B2 مثال میگیریم بیزنس یارمارکه میگن سرێڤنەوانی سپورت می یا که معالجات برای لیچینی میره همش همین کاتگوری میداره. ویزاهای خیلیش کاتگوریش به تقسیم میکنیم برای بیزنس و سیاحت این B1 B2 گفتیم. رابطی ویزا خیلی ناموش میشد رابطی ویزا رابطی H L O P Q R این رابطی برای استودنت ها M و F داده میشود. ویزای ترانزیتی یا برای اعضای اکیپاژ این چه میگوید برای لوچکو برای استواردس برای کرابل میرد کو و برای مهم این ویزای نامش C1 و D ویزا участников обменных программ ویزای J این چی گفته که обмен میگن استودنت ها این دولت میخواند یا امریکا رفته تاجیکستان رفته میخواند یا روسیه обмен میشده که ویزای J ویزای خدمت با دیگر ویزا برای خدمت های شخصی خانگی توش домашний персонал частный лицо رفته کار کنه که تیپ няня یا باغبان همین خیلی نامش این ویزای نامش A3 G5 و B1 اکن با ویزا برای کارگرای اخبار عمومی سمی میگوید این ژورنالیست ها این خیلی رابطنی کارگرای تلویزیون رادیو این ویزای نامش I نرخ ویزا با هم کاتگوریش $160 بغیر از ویزای کاری لیکن ویزای کاری $190. هر دوستان این نمودهای ویزا بود. این نمود خیلیش بسیار برای همین نه همیشه گپ زنی 5 ساعت وقت میبرد بعد کلاویش مون گیج میشد. برای همین امروز ما این ویزای توریستیکی گپ میزنیم برای توریست ها برای سیاحان. بعد دالش دیگه وقت دیگه روشن استودنت هم کار همیشه گپ میزنیم. значит ویزای امروزه ما B1 B2 ویزا به هر مهلت داده میشه. به هر مهلت به هر دولت هر مهلتش هر خیلی مثلا تاجیکستان به 1 سال گراجنوی تاجیکستان به 1 سال داده می شود گراجنوی روسیه به 3 سال گراجنوی مالداویا به 10 سال ترکیه به 10 سال و هاکذا هر دولت به هر خیلی سراغ داده می شود لیکن نرخش همش $160. سوال شدنش ممکن که برای چی این خیلی там تاجیکستان با کم و بسیار там روسیه و там 3 سال там ترکیه و 10 سال. دوستان این مسئله گفته شنیدی دوتا دولت переговор کردگی و همون دوتا دولت یادش خودش همون وی موندگی چی میگوید مناسبت این دو دولت
اونجا переговор کرده همین خلاصه با آمده همین خیلی وقت بعد دیگه ویزا گیری کمتر دشوار شده است وقت آخر به برای اون که وقتی که مستر ترامپ президент انتخاب میکنه و سرازو سخت میگیرد مسئله مهاجرای میگراتسی کاروچی سخت میگیرد مثلا وقتی که президент میشود و از کنگرس پول میپرسد گرانیتی مکزیک دیواری بلند دیوار کردن پول میپرسد سوم میپرسد همینجوری من دیوار میکنم امریکا دیوار میکند گفته از کنگرس پول میپرسد اینجا چه گویم نامش چی президент انتخاب شد خودسرانه رفته من اینجا تمام پلیتیک من دیوار میکنم از پولی دولت نمیگوید اینجا اول بسیار پروسس ها میگذارد از کنگرس پول میپرسد و راضی میشد یا دیگه противоположный اپوزیسیونی پارتی هستن دموکرات ریسپوبلیکان اینش راضی میشد کاروچی بسیار گپ پول میپرسد یا که دیگه با زکام میبرارد با دیگه زکام میبرارد با 8 دولت ویزا دادن نشود یا که ویزا دادن مشکل میکنه میگوید این دولت ها یکچند دولت ها مثلا ایران، یمن، لیبیا، سوریه، سومالی، ونزوئلا و چاد این یک دولت تیمایده آفریقا بود گراجدانای همین دولت ویزا داشتگی هم وقتی که به امریکا پریده میبیان در ایرپورت قفو میگردونن دیپارتاسیون میکنن دستشون به ویزا ولی این زکان برادگی ویزا دستش به ویزا و هون ابرات نمیگردد بسیار سکاندالی کلام میشد بعد کنگرس این و قانونای قد میکنه باز یک اینسیدنت شدگی به فکرم 1 سال پیش همین نیویورک به یک بچه یک شهروند گراجدانی ازبکستان ماشینش کتی ماشین کروزوای بود خیلی پیاده‌گردی پخش میکنه در نیویورک بعد این حادثه از بسیار سخت گرفتگی گراجدانی سریدنی آزه برای همین ویزا دادنش و پرویرکاش سخت شدگی برای چی من اینو میگم برای اون که من دوست بچه‌های ازبکستان کتی گپ زدم خاطی یوریستاشون خاطی ادوکاتاشون مکتب گپ زدیم و هم گفتن که وقتی که اون پرواز کرده میبیان امریکا بسیار گراجدانی ازبکستان یک علایده خانه در آورده وای میکردن خاطی و هم صحبت میکنن یعنی که سپیسلوژبه ها و هم کتی صحبت میکنه برای من دیگه نمیدونم قزاقستان تاجیکستان های من نمیدونم چه خیلی و اون پیشواز میگیرن یکی ازبکستان هم خیلی شدگی برای من ویزا دادنش سال مشکل شدگی من اینجا دوسیه پای گرفتم از اینترنت گرفتم چه خیلی ویزا دادگی سریدنی آزده و این سالی 2017 2018 و چه خیلی دادگی مثلا ازبکستان 11000 تا ویزا دادگی قزاقستان 18000 قرغیزستان 2900 تاجیکستان внимание 1800 و ترکمنستان 1300 ما از ترکمنان سال بلند بودیم من دیدید خیلی ازبکستان چقدر دادگی همین تاجیکستان به 1800 ویزا دادگی اکو فکر کن نسلینی تاجیکستان قریب 9 میلیون 1800 ویزا دادگی مثلا روسیه و там 120000 ну соотношение все равно Россия 140 миллион населения است население 140 миллион به 120000 ویزا دادگی 2018 خیلی تاجیکستان 9 میلیون به 1800 действительно وای کمتر دشوار کردگی این خیلی دولت ها برای چی خودتون ناز میدونید مثلا فرانسه این خیلی نمیکنه در دولت های ترقی کردگی این خیلی نمیکنه های دوستان باز میگم نبودیم مگروسنم سر میکنیم ویزا چی خیلی کردن دکور یکم دوستان شما همین مقصد امریکا آمدنی باشه ویزا کردنی باشه از یاد فراموش نکنید یکم من وای دفعه گفته باشم گپی دروغ این خیلی ماشینیکی یک طرف باید تو واپشه فکر نکن راست قابل باش همه وقت گپی راست گویی پیش میروی اگر که همین هیلون ایران کردی تام اینفورماسیون درباره خودت ندادی و وقتی که پاسپورت میری در روی آب میبرد
ویزه قاد میکنه تو نمیتیاد با حیران شده میگردی که این چی به من به ویزه نداد گفته هر کامپیوتر میکشویم گوگل با امجا مینویسی DS 160 DS 160 مینویسی سایتی امریکانسکی посольство میبرد میگراتسیون اینجا من اینجاش زیر میکنی переводаш میبرد кнопка زیر کنی перевод نمیبرد اما میشکی که همون стрелкой барьягар кадом вопрос по خودش перевод میشه روسی там тоджики любой забон перевод میشه اینجا مینویسی همون سوالو جواب میدی نکی انگلیسی کتی مینویسی переводش میبینی و انگلیسی کتی مینویسی از خاطر فراموش نکنم اول صورت میگیری فوتو میگیری размерش 600 на 600 خواهی همون فوتو میگرفتی که جاها رویگا خودش میفهماند و میگوی که من برای ویزه گیری برای امریکا کوی و اون خودش میدوند размерش میدوند فقط الکترونی میگیری الکترونی خیلی اگه فلشکه میبری فلشکه تیم میگوی یا میلات به گسیل میکند میل خودت به اون زرانی کار میگیری این سوالو دادگی پونکتاش کتی هر یک پونکتش جواب میدی بعد دیگرش چیز میشه این خیلی خودسرانه این پونکت به گذاشته نمیشه همین یکمش مینویسی پر کاری اگر توغری نویسی اونجا زیلونی دار میگیره زیلونی میشه اگر توغری نویسی سیکنجه و فکرم زرد دار میگیره مثلا اینجا فامیلیته چی گویم شرماتوف غریبشو مثلا میگیریم شرماتوف غریبشو مینویسی отчество там короче همش مینویسی اینجا نوبتی فوتو میبیاد از یاد نبرد 20 دقیقه وقت دادگی یک اپراسیون کردم به تو 20 دقیقه پول پر کردن نمیتونی برای همین یک سوال دادگی سوال مینویسی جوابش مینویسی سرازو سخرانی میکنی اگر که سخرانی نکنی تو نیمش پر رفته سخرانی نکردی بشه همش نیز میشه 20 بعد 20 minut که سخرانی نکردی همه کاری کردی همش با از نام مینویسی برای از یاد نبرد 20 دقیقه نه اینجا که رسم موندی راست فوتو یکی موندی فوتو اگر توغری برد اگر کامپیوتر قبول کند هم زیلونی دار میگیره دالش میروی با دیگه سوال ها اینجا با سوال های خیلی ابیزات نه نی ابیزات نه خیلی گاب نزنه خیلی بسیار اینجا سوال ها من گفته بودم که گپی فقط راست میگوی اینجا پای سوالش به جواب میدی همش بکی همین تو کجا تا زن داری پدر مادر در براش مینویسی کدام مکتب خواندگی باز یک وقتی این سیستم این کامپیوتر ویاش انکتش اونی سیستم اینه بسیاری اون نمیفهمد سوال مثلا سوال یک خیل به همه یک خیل نی اساسا یک خیل نی همین مثلا 5 تا سوالش به جواب دی و کامپیوتر خودش دومت کرده اوی کرده تو следующий سوال مثلا یک کسب تیاد دوم کسب دیگه خیلی سوال میتیاد اون سیستم مثلا یک زنها و نمیتیاد месте учебы там где учился средней школы не там институт ягон و نمیپرسه فهمیدم که نمیپرسه خیر چه همش پر میکنی بعد مثلا تو کجا میری در امریکا کدام خانه هم تو точный адресش دادن داکو تو کدام آدرس میری یا آدرس ندونی گون گاستینسه یا ویگر همون گاستینسه آدرسش میگه کدام ماه کدام چیزله کای بای میگردی یا شناسات باشد امریکایی там پیشی کجا میری کدام شتات میری همش همونجا مینویسی там نوشتن داکو بعد با یک اسکی مثلا پیسمو میفرستند تو اون جورات امریکانیز باشد اون پیسموی там آدرسی همون دانستن داکو نه وقتی که همش پر کردی تو подтверждение میبیاد tamam جوه все окей میگه بعد سخرانید میکنی پشتات به پشت الکترونی به تو این خیلی ورقش میبیاد اونجا شتریخ کدش هست بعد تو رفته پولش میسپری مثلا در روسیه پشت یا специальный جا هست همه جا سپرده نمیشه من پشت که سپرده بودم پولش میسپری چکش میگیری بعد выбор میکنی مثلا مسکو اوزی بسیار دشوار شدگی اوزی отношения امریکا و روسیه کمتر سخت شدگی مناسبتش برای میش کنسولستو در پیتربورگ سانت پتربورگ و روسکرگی بود در جای روسکرگی برای من جلایشو بسیار مسکو مثلا قریبی 1 سال پایده میشنی همین برای انکتای پر میکنی مسکو 1 سال پایده میشنی там еще есть екатеринбург и владивосток
خیلی دوشنبه نمیدونم، دوشنبه به فکرم اینقدر بسیار وینی آچرت تیز میبیاد. بعد آچرت میگیری روزش معایم میکنید هم کامپیوتران. بعد تو قطعی همین شتریخ کد و دکومنتم چک و یاد گرفته میروی. پریگلشینی میبیاد. وقتش نوشتگی مثلا بعد یک هفته باشد همون چیزلو توی نوشتگی روز چیزلو روز ساعت در وقت در تا ساعتش نوشتگی. توی همین ساعتش کتی وقتش کتی میری. باز یک چیز گویم. ویزه چخیل هر یک آدم هر یک گراجان نو وابسته از گراجان است. در любой جو سپرده میتونی. там مثلا دولتوی اسنگ و همون посольство консульство вега تو کتی روسی گام میزند. روسی کتی گام میزند همونجا любойش که تو رفته میتونی. فقط که همون والوتاش کتی پولش میسپری. مثلا روسیه و روبل به تاجیکستان به سامان به همون 160 دلار перевод میکند. همون والوتی همون دولت کتی میسپری. یا اوکراین گریونا کتی یا دولت‌های یورسیوز اروپا یورو کتی میسپری پولش. و تو نمیتونی از خانه از تلفن دیسوده از بانک پول گوسیل کنی. این خیلیش نیست. گوسیل کردن نمیتونی با تلفن یا یگان از کارت گذران نمیتونی. تو باید همونجا روی یا تو تاجیکستان بیسوده یا روسیه بیسوده انکیت پر میکنی. لیکن پول تو در همون اوکراین باشد اوکراین رفت یگان جورت شناسد از همون والوتی همونجا کتی میسپره یا خودت میسپری رفته. این خیلی گوسیل کرده نمیشه. برای اینترویو در آمدن любой جو میسپری но желательно هم دولت خودت بسپری میشه. تو میتونی همین دولت رفته консульство посольство در آمدن لیگال نباشی همون دولت به. حاضر ما анкета به обязательно شدگی социальный сеть указать ком میگوید. там социальный сеть چی؟ هایکو فیسبوک تو جون зарегистрированы. فیسبوک، одноклассники, ВКонтакте, то обязательно در آوردن داکو. انا همونجا تو یکی بودگیته و سیستم уже میدونه تو چی دوست میداری کدام سایت ها میداری بیویان و میدونه دو این امریکانسا همش میدونه تو چخیل نفس میکشی گیجو میری همش میدونه اصلا فکر زیاد نبرورید همون مینویسید. طرزی تیار شوی به اینترویو چخیل بسیار یو میگوید نترس خدا باور کن نترس. خیلی توغری خدا باور میکنی و خیلی تصورات شدنش دکار تصورات این چخیل بسیار آدمای ما تاجیکا شیردیل بقوا ندونم زنازنی و همه جو زور لیکن ما استریچسکی میگوید استریچسکی این خیلی شده موندگی ترس در حتی منبعیم هست ترس هست نزدی همین یگان گالسوکدار یگان کابینه روی هم فیصد افتاد دیگه خیر میشه هم ترست هست وهمش هست ما با تاجیکا هم خیلی هست برای اینکه از دوره همون شوروی موندگی همین موی همین لگت کرده همه وقت ترساندگی همین نزد یگان فمس یگان کارخانه دولتی یگان جوری میترسیم اینجا این خیلی نه پساس برای همین میگم نترسیدن نکن خودت آزاد میمونی چه تیار شدن در کار یکم مسئله سر و لباس چه خیلی میپوشید معنی ندارد که این خیلی پیجک و کاستوم شیمو گاسکو زده روی این تو نمیزی بیاد برای اون که تو یک و پشتگی 2 ساعت وقتی همون زنگرید به پشتگی باشی گاسکو زده باشی این حاضر روی اگر خودت کامفورت نیست نمیکنی و کاکت گلیت میسخوند گاستو و چشمی همون بایب گنده مینموی چشمش به استروگ مینموی برای همین یا بعضی فکر میکنند که این خیلی فوتبالکا های این خیلی امریکانسکی فلاک را خیلی bayrak امریکایی زده ما امریکایی دوست می‌دارم یا значок این خیلی I love America USA این خیلی پشت نرو آزاد این خیلی چیز پشت چیزای آزاد پشت میروی بسیار سوال ها میشد من بسیار سوال میتیاد که اگه تو گویی که همین چخیل خدا چخیل رفتی من بچه 2-3 بار رفتگی 3 بار کنسولستوی امریکا در روسیه سنت پترزبورگ رفتگی و کمتر میگویم چخیل من رفتگی اگر خطا نکنم 2012 بودن سال 2012 ماهی دکابر سال نبود دکابر بود